وزیر نافخوی هرما کردستان را گهاند کو سروک وزیر مسرور بارزانی فرمان دایا وان دا باشترین شیوه پیشوازیا کوچبرین روشاوای کردستان بکن. ایرو لحولی را پایتخت هرما کردستان نوینر نتوین یگرتی د کاروبارین مرووی ده لعراق مارتا رویدس به وزیر نافخوی کردستان را ریبر احمد لسر چوانیا حواندنا کوچبرین روشاوای کردستان ین کو جبر ایریشن ترکیه بر خود ددن هرما کردستان جیویا پشتی جیوین ریبر احمد و نوینر نتوین یگرتی جیوینه که روزنامه‌وانی لدار خستن. د جوینه ده وزیر نافخوی گوت کوان د جوینه خوده روشا کوچبران و کامپین کوچبران و چوانیا و حواندنا و پیشوازی کرنا کوچبرین روشاوای کردستان گوتو بیش کرنه. هر وها احمد گوت کو حتی نها 5000 کوچبرین روشاوای کردستان گهشن هرما کردستان و گوت کو او پیشبینی دکن در دورا 5000 کوچبرین روشاوای کردستان در باسی هرما کردستان ببن و سربار کرد کو اگر ایریش و شر بردوام ببن وی دمیده کو 250,000 کسین دن کوچبری هرما کردستان ببن. وزیر نافخو داخواست جه نتوین یگرتی و حکومت عراقی و دزگهین مرووی کرد ده هواندنا کوچبران ده و آلی کاری وان بکن و گوت سروک وزیر مسرور بارزانی فرمان دایا وان دا کو باشترین شیوه پیشوازی لکوچبرین روشاوای کردستان بکرن.